هستم از استان لرستان، شهرستان ازنا، مدرسه فارابی. و نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نقل امروز من سراسر عبرت است، نقل آه و اندوه است. نقل امروز من داستان تندباد و ترنج نورسیده است. اگر تندبادی برآید ز کنج به خاک افکند نورسیده ترنج. سهراب با سپاهی عظیم به مرز ایران رسید و در نزدیکی دژ سپید ولوله در میان اهالی دژ افتاد. نگهبان دژ وجیر پهلوان و بعد از او گردآفرید دختر دلاور این زمین و مساس سهراب رفتند، اما کاری پیش نبردند. ناچار نامه به کیکاووس شاه فرستادند که شاها سپاهی عظیم در نزدیکی دژ سپید اردو زده و سپهبد این سپاه جوانی پرهیبت و دلیر است که بیم آن می رود که پهلوانان را یکی یکی مغلوب کند. چون نامه به کیکاووس شاه رسید، خواب و خوراک از او گرفته شد. پهلوانان ایران زمین را جمع کرد و به شور پرداخت و گفت چه سازیم و درمان این کار چیست؟ از ایران هماورد این مرد کیست؟ پهلوانان گفتند باید به رستم خبر دهید، چون پهلوانان دیگر حریف او نیستند. نامه به زابلستان برای رستم فرستادند و گفتند ز گرز تو خورشید گریان شود، ز تیغ تو ناهید بریان شود. ای رستم، تو پشت و پناه ایران زمین هستی. نامه را که دریافت کردی هرچه سریعتر با سپاهی از پهلوانان و دلاوران به سوی مرز حرکت کن. رستم نامه را دریافت کرد و با سپاهی از دلاوران و پهلوانان به سوی مرز حرکت کرد. نقل سهراب و رستم شنو، دگرها شنیدست این هم شنو. بار سوم بود که رستم رو در روی سهراب قرار گرفته بود. رستم رخش را به تخت سنگ می‌بست، سهراب هم سمند را به تخت سنگ می‌بست. هر دو پهلوان رو در روی هم قرار گرفتند. دو کوه پیکر، دو شیر ژیان، دو اژدها هیبت رو در روی هم، چشم در چشم، پلک نمی‌زدند. رستم با یک تکان عقب رفت، سهراب هم عقب کشید. ناگهان هر دو پهلوان به سوی هم حمله کردند. به کشتی گرفتن نهادند سر، گرفتند هر دو دوال کمر. غمی بود رستم بیازید چنگ، گرفت آن برای یاد جنگی پلنگ. خم آورد پشت دلیر جوان، زمانه بیامد نبودش توان. زدش در زمین به کردار شیر، بدانست کوه هم نماند به زیر. سبک تیغ تیز از میان برکشید، بر شیر بیدار دل بردرید. پهلوی سهراب دریده شد، آه و ناله سهراب با آسمان بلند شد. رستم خوشحال بود که در این مبارزه هم پیروز شده، اما سهراب که در جستجوی پدرش بود امیدش برای یافت پدر ناامید گشت و این گونه بود که دست تقدیر پدر و پسر را رو در روی هم قرار داد و پسر به دست پدر کشته شد.